رفقا سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک ویدیو بک تست دیگه میخوام براتون امروز بگیرم و بریم ببینیم که امروز چی کار میکنیم، چون این دوستان من هی پیام میدن که از این بک تستا بگیریم. بریم روی یورو دلار، اصلا امروز بریم رو طلا. من با اینکه روی طلا من زیاد چیز ندارم، تسلطی ندارم، ولی خب بریم یه تستی بزنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگر دیدم بازم باش ارتباط برقرار نمی کنم دیگه، واقعا دیگه طرفش نمیرم. امروز هم یه مقداری این سیستم ما کند شده رفقا. اگر یه مقداری به مشکل خوردیم شما دیگه باید ببخشید دیگه. حالا تا ما برسیم این انتها شما لطفاً البته الان نه، ولی خب حالا هر موقع که خواستین، اگر این نوع ویدیوها و این سبک ویدیوها رو بیشتر دوست دارید بگید که من از این نوع براتون درست بکنم، یا برام بنویسید یا حالا کامنتی بذارید، یه کاری بکنید که من بفهمم دیگه. در صورت تا ببینیم خدا چی میخواد. خب من دیگه از این عقب‌تر نمیره. من همین دکمه ریپلایم اینجا بزنم. اینقدر سیستم چیزه ضعیفه، نمیدونم چرا امروز اینجوری شده. خیلی خوب، بریم شروع کنیم ببینیم که چه اتفاقی از این بعد خواهد افتاد. رفقا من هر یک دو سه ای رو ببینم رو چهارش ورود میکنم دیگه. بریم جلو تا ببینیم. اینم میذارم روی چیز، روی 14 ثانیه تا بریم جلو. خیلی خوب، من یه سری دیتا بگیرم. اولش دیتایی نداریم. خب اولین حرکتی که انجام شده، حالا ما که نتونستیم اینو بگیریم، ولی اولین حرکت اینه. نگاه کنید وقتی که یه همچین اتفاقاتی میفته، اینجا نگاه کنید، این 1 2 3 از این حرکت میشه فهمید که این 3 وقتی رفت بالا دوباره تو تایم پایین اینجا میتونید پیدا بکنید که این حرکت رو بگیرید. حالا الان موضوع چون حل شده من شاید دارم میگم، ولی من فکر میکنم که بشه این کارو کرد. خب بریم جلو تا ببینیم چه اتفاقی میفته. یه خورده برم پایین. نگاه کنید بچه ها، این یک، بذارید من این رو استاپ کنم. این یک، این دو، و هر موقع اینجاها به من یه اینجوری بده من میفهمم که این 3 شده و روی 4ش میگیرم. حالا هر جا این رفت بالا اینا رو ولش کنید، اینا رو ولش کنید. یه چیز تقریبا سنگین تر، یعنی چی میگم، یه همچین چیزی من ببینم رو بعدیش ورود میکنم. ببینید این الان این خوبه، این حرکت خوبه، این که اینجا قرار گرفت، با توجه که اینام زیاد چیزی. این بعد البته اینجوری بشه ها، یه خورده این مشکوکه ولی بدم نیست. نمیدونم، شاید نگیرمش. حالا بذار بیاد بالا ببینیم چه اتفاقی میفته. شاید اندی بده، نمیدونم. بریم جلو ببینیم چی میشه. آها، این بهتر شد. این الان برای من خیلی بهتر شد. حالا اگر از اینجا بره بالا خیلی برای من بهتره. واسه افتاد هیچ، ولش کن.
شاید مثلا بعد رو این میگرفت. نه اینو ولش کنید، اصلا مهم نیست. فرصت از دست دادید، اصلا قصهش نخورید. تو این بازار پر از فرصته. بریم جلو تا ببینیم چه خبر میشه. یکی دیگه از اونایی که بعد میگرفتم، الان یه خورده من هنوز هنوز تسلط پیدا نکردم. ببین میبینید اینجا رو 1 2 3. این خوب بود. با توجه به این حرکت اینجا میشد ورود کرد. این 3 منظورم اینه ها. این 2، اینم 1. از اینجا این اسپاک اینو میشد گرفت. حب نداره. چیزی که هدر رفت فراموش شد، فدای سرتون، دوباره پیدا میشه. نگران نباشید. خب یه خود اینو بزرگش کنم. بریم جلو تا ببینیم چه اتفاقی میفته. تایم فریم 3 دقیقه است. این طلا یه خود این کاراشه که من بدم میاد دیگه. خب نگاه کنید بچه ها. 1 2 3. بیاد اینجا یه خودم اسپایک داشته باشه، من تا اینجا میگیرم. بریم جلو ببینیم چی میشه. رفت بالاست. این 1 2 3. شاید مثلا اینو بسته میگرفتم. مهم نیست. اینم از دست اون در رفت. اب نداره تا به موقعش. اینجوری نمیمونه. ما باید یه 1 2 3 درست حسابی پیدا کنیم. خب 1 2 این 3. اگه این عمقش زیاد باشه بیاد اینجا روی 86% مثلا این طرف ها، چون اول هوک معمولا یه مقداری دور میشه و موقعیت بسیار. وقتی 1 2 3 ببینید یه هوکه اینجاها بهتون 1 2 3 داد، اینجاها یه خورده باید مواظب باشین. این میاد پایین روی 86% این ورود بکنید. فکر کنم این فاصله بشه راحت گرفت. حالا من این کار رو الان اینجا انجام میدم ببینم اگر اومد اینجا به دلیل این 1 2 3 که انجام داده. حالا اگه این بره یه خورده بالاتر عمیق باشه و این بعدش با اسپایک بریزه، من فکر میکنم که جای مناسبی برای ورود باشه. خوب بود. عمقش هم خوب بود. همینجا استاپ. نگاه کنید روی 86%. اب نداره اگه این رو هم حتی رد کرد تا اینجاش. اصلا به این ور زیاد موقعی که 1 2 3 رو میبینید اینجا جاهاییه که شما این 86% هم براتون جای مناسبیه برای ورود. نگران نباشید. بیشتر این 1 2 3 که اینجا میزنه برامون مهمه که تو تایم 30 ثانیه اینا اینجا خوب پیداست. خب من اینجا ورود میکنم، اینجا خروج میکنم. من یه خود این بازش کنم ببینم. یه خود احساس میکنم که کاری که انجام میدیم بیارزشه. فاصله ها کمه، در صورتی که اینجوری نیست. این فاصله ها زیاده. ببین از اینجا شما ورود بکنی، یعنی الان تا اینجا رو من میتونم بگم خواهد آمد. طلای دیگه. طلا یه خورده جون به لب میکنه. اومد پایین؟ نه. بله زد.
اینم زد. خیلی خوب. بریم سر بعدی. خب استاپ اینجا رو یه بررسی کنیم. ببینید این یک، این دو، این سه. یکی از دلایلی هم که باز میتونستید اینجا ورود بکنید این بودا، این یک دو سه. یعنی شما میتونستید از روی این ورود کنید. این یک دو سه هم قوی بود، این یک دو سه هم قوی بود. ای بابا. این یک دو سه با این عمق و این اسپایک تقریبا دیگه گارانتیه بچه. اینا چیزای مهمیه که باید یاد بگیری. بریم سراغ بعدی. نگاه کنید همین پایین ها، ولی چون ابتدای کاره یه مقدار این کار رو نباید بکنید. ابتدای کاره دیگه از این پایین داره میره بالا، اینا نباید الان برای شورت اقدام کنید، چون این بازار اینقدر بازار ریخته. اینجا بهتره که از این ور ببینیم که بایی بگیرید، ولی باز هم اینا کار میکنه. شاید مثلا عمقش کم باشه. این یک دو سه رو میبینید، این عمقش یه خود زیاد باشه، مثلا تا اینجاها بیاد بعد بره بالا، من میتونم بگم این تا اینجا رو میتونیم بگیریم. ولی اگر نیومد و این کار رو انجام نداد، این میره همینجوری میره بالا، بعد از اینجاها یه همچین چیزی نشون میده، دوباره میاد اینو میزنه. یعنی بیخیال این نمیشه. بریم جلو تا من بهتون بگم. الان ما یک دو سه رو اینجا داریم، یک دو سه. این بیاد این بالا، من یک دو سه یه کوچولو اینجا بذار من اینو چیزش کنم که بتونم ببینم، شاید فرصت داشته باشم. ببین آی خدا، دیدین این اندی شد و میشه تا اینجا گرفت، چون رو 3 دقیقه است. اینو رو تایم پوینت راحت میشه اینا رو دید. این همون چیزیه که عرض کردم خدمت. اینو تایم فریم ها رو نمیشه جابجا کرد، برای همین یه خورده به اینا منظورم اینه که این یک دو سه همشون عمل میکنه. اگر یه دونش عمل نکرد و رفت بالا، بعدن میره دوباره اینو 86 میبنده. خب بریم شروع کنیم ادامه. بیشتر اومدم امروز بهتون نکات رو بگم، حالا اینکه حالا سود میکنیم سود نمیکنیم مهم نیست. این فقط شما بعد طرز فکرتون درست بشه، بقیهش اوکی. نگاه کنین اینجا رو، حتی همینم جواب میده. ببین اینجا رو نباید بگیرید، اصلا این اشتباهه، ولی صبر کنید اینجا رو نگاه کنید، اصلا گرفتنش ارزشی نداره. ولی فقط میخوام بهتون بگم که این کار میکنه. نگاه کنید این یک، این دو، این سه شد، این اومد اینجا بالاش دیگه. این باید تا اینجا بریزه حداقل، ولی ما اینجا ورود نمی کنیم چون اصلا ارزش نداره ورود کنیم. ولی من بهتون یه ریزش اینجا نشون میدم، ولی بذار بره جلو ببینم، و ممکنه بیاد اینجاها بعد بریزه. در صورت این کار خوش انجام میده. ببینی همینه. نه این آشش دیدی؟ این آشش، این ارزشی نداره برای ورود، ولی به اندازه اینه که این کار کرده دیگه. یک دو سه اومده بالا رفته پایین، اینجا این 86 زده. چون ما پایین این داستان این هستیم، شما نباید چیز کنید، نباید اینجا پوزیشن سل بگیرید، بذارید بیاد بالا اینجاها رو مثلا 86% اینجا. اینا یک دو سه ببینید، با این یک دو سه نگاه کنید، یک دو سه
این بهترینشه. من الان اینو یه دونه خط میکشم اینجا، بالای این من میتونم شورت کنم تا حالا بعد ببینیم این چجوری میره بالا. بذارید این مورد خوبی شد اتفاقا. ای بابا این چیه؟ خیلی پس من قرار شد که بالای این حرکت اینجا، بالای این سطح شورت کنم. بهترین حالتش هم اینه که اینا رو یک دوستش رو ببینم. بذاریم یه خورده من اینو سرعتش بیشتر کنم ببینم میرسه اصلا به اونجا. داره میرسه. خیلی خوب. من همینجا شورت. تا کجا؟ تا اینجا. تا اینجا میتونم شورت هم رو نگه دارم. تا این حدود میتونم نگه دارم، به دلیل اینکه اینجا من یک دو سه ریز میبینم و این رفته بالا. این فکر میکنم تا اینجا بیاد پایین. باز به نسبت ریزشش میفهمم که کجا باید خروج کنم. بریم جلو تا ببینیم چه اتفاقی میفته. این حدود بله 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 تمام. البته پایینم میاد. من میتونستم همینجا خروج کنم ولی چون نرسیده به این 86 احتمال اینو میدم. من اینجا خروج میکردم آقا، چرا دیگه چیز کنم. ولی من احتمال اینکه این دوباره بیاد زیر اینم بزنه رو دارم، چون تا 86 نیومد. بفرما ایناش، اینو میتونم حالا یک کار دیگه میکنیم اینجا. پس این یک دو سه دیدید کار کرد، این یک دو سه کار کرد. خب بریم جلو تا ببینیم چی میشه. خیلی از اینا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم خیلی از چیزا هست که اصلا من ممکنه نبینم مثل این. مثلا ممکنه شما دارید میبینید، ممکنه من الان اینجا نبینم. مثلا این یک دو رو میبینید، اینم شد سه. خب این بیاد بالای این، من میتونم تا اینجا دوباره اینو بگیرم. یعنی اینجوری هم کار میکنه. بذارید ببینیم چی میشه. بیاد بالای این، من دوباره شورت میکنم. اومد. خیلی خوب. من اینجا شورت میکنم تا اینجا، تا اینجا. دو تا 86 اینو باید در بیاریم تا اینجا، تا اینجا. حالا من زیادم نمیخوام مطلب خشخاش بذارم، ولی همینجا که شورت کنیم، یعنی بالای این یک دو سه اومده پایین، این شده 4 و ریزش. من همینجا هم شورت میکردم و از اینم نمیترسیدم، ولی خب حالا که این اتفاق افتاده من فکر میکنم تا اینجا این بیاد پایین. بذاریم بریم جلو تا ببینیم چه اتفاقی میفته. باید یه خورده من اینو تایمش چیز تر میکنم که میرسه به این. بله تمام تمام. اینا رو پاک کنم. بریم جلوتر تا ببینیم چی میشه. الان نگاه کنید بچه ها، ما یک دو سه هم اینجا داریم. ما میتونیم از اینجا یه خط بکشیم. این آقا اگر اومد اینجا اسپایک بود، یک دو سه بود، چیزی بود، ما میتونیم شورت ببخشید لانگ بگیریم. ولی به دلیل اینکه این الان اومده بالا بهتره بریم روی شورت، یعنی که اومده یه خورده بالا دیگه. ولی این هم جواب میدهد.
بریم ببینیم چی میشه. این نیومد این زیرو بزنه، نمیدونم حالا این دیتا درسته یا نه، ولی نیومد بزنه دیگه. ما نیامده در نظر میگیریم، هر موقع بیاد ما لایک میگیریم. استاپ 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 استاپ. ببینید اینجا هم اسپایک داریم، هم 1 2 3 داریم، هم اسپایک داریم. بسیار جای مهم، خوب. 1 2 3 عمق رفته 4. اینجور چیزا رو که دیگه گارانتی بگیرید، اصلا اینا عالیه. تا همینجا میاد بالا، تا اینجا میاد بالا. اینا که اینجوری اسپایکی میشه خیلی باحاله. اینا رو ورود کنید. این تا اینجا باید بیاد بالا. همینجا رسید است. تمام 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 تمام. رسید. خب بیشتر زمانتون رو بذارید وقتی میاد بالا برای شورت ببینید، وقتی میره پایین برای لانگ ببینید. خب بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. خب این 1 2 3 1 2 این 3. حالا اگر اینجا چون برای شورت دیگه روی این هم هست، روی این میشه هوک. فرصت بیشتری هم میتونیم بهش بدیم برای اینکه بله هوک. این هم هوک، جای خوبیه برای شورت گرفتن، چون 1 2 3 مون هم تکمیله. بذاریم من اینا ببینم. 1 بعد این چون عمیق تره شاید این 3 باشه. 1 2 رو نمیبینم. این اگه از این بالاتر بود، در صورت اینجا جای مناسبی برای شورت کردن هست. هم روی 86%، هم 1 2 3 بهمون داده. من میگیرم اینجا، شورتم رو میگیرم. اینجا جای خوبیه، اومده بالا، اینو دیده. این هوک داره برای ریزش. نمیدونم، حالا من اینجا شما یه پوزیشن در نظر بگیرید. من اینجا رو پاک کنم. من همینجا یه شورت میگیرم بالایی. بله خب چون 1 2 3 دیگه، 1 2 3 هم دیدیم، عمیقم بوده، رو 86 هم هست. شما این رو از من بپذیرید. نمیدونم شاید یه سری چیزا دلیه رفت بالا، اب نداره. این شورت من سر جاش، این که اینجا گرفتم سر جاش هست رفقا. اصلا خیلی من همینجا شورت، همین جایی که بودم
همین قرمزه، شورت، بعد بریزه. بریم جلو ببینیم چی میشه. پس تکمیلم شد دیگه. اگر اونجا یک دو چیز چهارم نمیدادیم بعد من ببینیم هوک رلیه اینجا. دلم نیست که اینجا اصلا خارج بشه، ولی خارج میشه. من همینجا خارج میشه. شاید اگه احساساتم درگیر باشه خارج میشه و میشم، اب نداره، عیبی ندارد، خارج میشم. پس من از اینجا گرفتم اینجا خروج کردم، با اینکه هوک رلیت داشته باشه. نمیدونم، بریم جلو تا ببینیم چی میشه. دوباره ببینید اینم هوک زد. اینم بد کار کنه. 1 2 3. من البته اینجا لانگ نمیگیرم ولی این باید بیاد تا اینجا بالا. تا اینجا اومده، این اصلا ارزشی نداره، ولش کنیم، روی این بحث نکنیم بهتر. بله اونم اومد انجام شد. بله هوک رلی. بله هوک رلی. احساساتم درست میگفت که گفتم این باید اومده این بالا. هوک ببخشید هوک رلی. حالا یکی دیگه از این چیزایی که بعد شما، حالا اینا دلیه ها، من نمیدونم، شاید چون بازار زیاد نگاه کردم، وقتی شما میای اینجا یه هوک اینجوری داری و همیشه هم گفتیم دیگه هوک باید در 2 مرحله خودش رو ببنده. در مرحله دوم میاد اینجا خودش رو میبنده، یعنی اینکه ریزشی بازار دیگه. احساساتم رو نتونستم کنترل کنم و حالا ببینید اگر پول تو داستان باشه چی میشه. خب حالا این ریزش کرد. وقتی این ریزش میکنه ما باید بریم این ور داستان رو ببینیم، گذشته مارکت رو ببینیم اینجاها چی داشتیم ما. ببین 1 2 3 اینم 4. من میتونم اینو بگم، بذار من یه خورده اینو چیزش کنم که یه 86 چیزی ببینیم اینجا. من اینو پاک کنم. بهترین نقطه برای ورود کردن هم اینجا رو داریم. حالا همینجا جای خوبیه ولی من دوست داشتم که مثلا چون رو 86 این سایکل هست، رو 86 این سایکل هست، از طرفی هم ما 1 2 3 این رو هم داریم. این تا اینجا قطعی میاد بالا. اصلا وقتی به این خوشگلی نیده بودم و الان دیدم، وقتی به این خوشگلی انجام میشه ما تا اینجا بالا رو داریم. حالا اینکه اینجا خلافمون چقدر بره رو باید از روی 1 2 ساعت بفهمیم تو تایم پایین تر. ولی چون من الان اینجا تایم پایین تر رو ندارم، میام چیکار میکنم؟ میگم آقا من یه پوزیشن مثلا 20 سنتی میخوام بگیرم
10 سنتش اینجا میگیرم. اگر اومد پایین روی این 86 هم رسید 10 سنت هم اینجا میگیرم. حالا هر 6 هر جا بود، یا اگر 1 2 3 اینجا دیدم، حتی اینجوری دیدم، چون اینجا این الگو برای من حکم حاکم بزرگ داره، میتیکومان. بریم جلو ببینیم چی میشه. نقطه خروج منم اینجاست، نقطه ورودم اینجا. درسته این رفته یه خورده بالاتر، ولی شاید اشتباه کردم، بعد هم اینجا میگرفتم. حالا اگر اومد پایین باز هم من اضافه میکنم. شما فرض کنید من اینجا گرفتم، ولی خب من اینجا میگرفتم. نه اینو اصلا بی خیال شید. شما فرض کنید من اولین پوزیشنم رو اینجا ورود کردم، اگر اومد پایین تر من باز به پوزیشنم اضافه میکنم، یعنی پوزیشنم رو نصف کردم، چون من میدونم تا اونجا میره بالا. خیلی خوب نگاه کنید. پس من یه پوزیشنم اینجا شد، اینجا بود. یه پوزیشنم الان میگیرم روی این خط قرمز میگیرم، چون تایم فریم پایین ندارم مجبورم اینجوری کار کنم دیگه. حالا کاریش هم نمیشه کرد. یه خوردم این سیستم رو امروز غیر داره میده. ببینید این 1 2 3 یکی دیگه هم فکر کنم بعد بیاد پایین. این 1 این 2 3 این کار کنه که دیگه عالی میشه. بریم جلو تا ببینیم خدا چی میخواد. ولی تا اینجا اوکی. بله تمام 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 تمام. این وقتی الگو قشنگ باشه اینجوری هم کار میکنه دیگه. بریم جلو، بریم جلو تا ببینیم خدا چی میخواد. خب ببینید 1 2 3 بعد عمیق باشه 3. اگه اینجوری کرد دوباره اینجوری رفت بالا، اینو 3 نگیرید. هر کدوم عمیق باشه اینجوری کرده بگیرید. خب این خیلی خوبه دیگه، این خیلی خوبه. یک دو سه خوشگل با ما بده. اوکی. من همینجا ورود میکنم. شورت حتی چون اومده اینجا دیگه رو همین شورت میگیرم. همین شورت و تیپی اینجا. بره بالاتر هم مهم نیست. بله اینم هستی. خیلی خوب بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. این همین الان یک دو سه هستا. من استاپ کنم اینجا رو. در تایم پایین 1 2 3 1 2
3 که به نظر من اصلا این چون عمیق تر بوده این 3 باید باشه. ولی خب 1 2 3 دیگه. اگر این اومد این زیر، من میتونم یه لاین تا اینجا بگیرم. ولی خب حالا بریم جلو تا ببینیم خدا چی میخواهد. ببین من اینجا خاطر اینکه این 1 2 3 رو دیدم یه دونه خط میذارم اینجا، بعدن اگر رسید به این میتونم بگم که این داره میره جلو. خب حالا چون چیز نیست یه خورده من سرعت رو میبرم بالا ببینیم چه اتفاقی میفته. ساعتم که 3 4 صبح. خورده سیستم کنده وگرنه این نباید اینقدر یواش بره جلو، تون تون باید بره جلو. خب صبر کنیم ببینیم. 1 میتونیم این پشتیش هم بگیریم اینجا هم یه دونه داره، اینم عمیقه. این 3 میتونه باشه ولی ولش کن. این 1 این 2 این 3. با توجه به این حرکت من این رو هم میتونم 3 بگیرم، یعنی این میتونه تا اینجاها بیاد پایین. ولی خب ساعت 5 و 6 صبح و این فایده نداره، آخر سریع اینا نگیریم بهتره. ولی این هم میاد این حالت 3 رو داره. حالا بره جلو ببینیم چی میشه. این احتمالا تا اینجا میاد پایین، تا اینجا. یه خودم شاید پایین تر. بله همین این 3 بوده ولی که اشکال نداره. استاپ اینجا یه خورده من لحظه صبر کنیم ببینم چی شده. این سیستمه یه خورده کنده، منو اصلا چیز کرده. تو ریز ریز اینا میشه ورود کرده ولی خب اینجا چون صبح زیاد شفاف نیست. شاید اگه مثلا در طول روز بود اینجا میتونستیم 1 2 3 پیدا بکنیم، اینجا عمیق بگیریم و اینو تا این بالا بگیریم. حالا مهم نیست، مثلا اینجا رو بیخیال شید، نگران اینکه حالا خوابید و نمیدونم فلان اینا نباشید. بذار من اینو یه خورده بازش کنم. ای خدا این چرا اینقدر امروز کند شده دیگه، حوصله‌مون داره سر میاد. بچه‌ها این دیگه آخرین پوزیشنی که براتون میگیرم. این 3 باید باشه. 3 ها بیشتر خودشون رو نشون میدن تا چیز. این بیاد اینجا اینجوری کنه. یه خوردم باید برم من اونور داستان رو ببینم چه خبره. ای خدا دیگه. جای خوبیه، جای خوبیه. یه نگاه میندازم ببینید رفقا، اینجا جای خوبیه. اینجا
چرا جای خوبیه؟ اینجا رو ببینی، این یک، این یک، این دو، این سه، این بیاد این زیر خوبه و وقتی هم بیاد این زیر من فکر میکنم تا اینجاها بیاد بالا. اینا خوبه. بذار اینو ببینیم چی میشه. اینو براتون اگر بشه اینو بگیرم. این زیر این خوبه. این یک دو سه رفته بالا، بیاد زیر این فاصله خوبه. اینا گرفتن داره، اینا از اینجا تا اینجا، این خوبه. بیاد زیر این گرفتم. اوکی، من همینجا بای، همینجا بای، استاپ اینجا، یعنی ببخشید تیپی اینجا. از اینجا 86 رو میگیرید، از اینجا 86 رو بگیرید، برعکس. از اینجا 86 رو بگیرید. ای بابا این چرا امروز اینجوری شد؟ حالا اینجا بیاید بیرون دیگه. اینجا تو این محدوده میتونید بیاید. من حالا اینجا شما فرض کنید بای رو گرفتم، این حالا اینجاست، ولی من زیر این میگرفتم دیگه. اینجا شما فرض کنید بای رو گرفتم، تیپی منم اینجاست. بریم ببینیم چی میشه. فقط نباید بترسید اگه رفت بالا اومد پایین، این باید بیاد تا این بالا دیگه. وقتی یه همچین یک دو سه داری باید بریزه دیگه. ببخشید باید بره بالا دیگه. نه ترسید، میره بالا. ممکنه هم اینجا هم یک دو سه بهتون بده، حتی مثلا این یک، این دو، این دو، بیاد بالای این میشه سه، این سه رو زد اصلاح داد. بیاد بالای این شورت هم میشه گرفت. البته اگه بیاد اینجا، من اینجاها خروج میکنم، اینجاها تو این محدود. بله نکنیم من الان اینجا خروج، به خاطر اینکه یک دو سه داده، این احتمال اینکه از اینجا بریزه الان هست. خیلی خوب، پس بزنی اینو بگیریم اصلا شورتشو. ایوه دیگه دیر شد. این همین به خاطر این یک دو سه این رفت این بالا، این هم ریخت تا اینجا میاد پایین. خیلی خوب رفقا، امیدوارم که نکات خوبی رو بالاخره در این ویدیو یاد گرفته باشید. ممنون ازتون. وقت کنم حتما بازم از اینجور ویدیوها براتون میگیرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ما قطعا پولدار میشیم. خداحافظ.